حرف یکی از دوستای من به من زد. در یک تصادفی پشت ماشینش نشسته بود و تصادف میکنه و قطع نخاع میشه و بدن دیگه غیر از سرش حرکت نداشت. میگه یه دفعه برای من تعریف میکرد، میگه آنچنان محبتی به سمت من جاری شد، کل فامیل اومدن، من رو تخت حالا خوابیدم، اصلا میگفت همه بودن، همه آشنا غریبه این، اصلا شبم خونه ما میخوابیدن، یه 7-8 روزی همه بودن. میگفت حالا بعد از 7-8 روز یواش یواش باید میرفتن سر کار، که این تعداد کم شد و منم میگفت میپذیرفتم. میگفت تا وقتی که فقط اعضای خانواده موندن، یعنی فرزندان، همسرم. میگفت حالا اونها میخواستن برن سراغ زندگیشون. میگفت حالا یواش یواش اونها هم رفتن و من دیگه تنها تو خونه باید. میگفت مرحله بعدش برای من عجیب ترین مرحله بود. نه تنهاییه. میگفت مرحله‌ای که بعد از گذشت 1-2 سال، حالا مهمونی که بود یا خانواده ما رو دعوت نمی کردن یا گفتن اگه میشه نیارینشون، خودشون اذیت میشن. و اگه خانواده من میگفتن که نه ما با هم میاییم، یواش یواش کل خانواده ما داشت حذف میشد.